سریال دویس، همون سریالی که چند سالی است باهاش خاطره داریم و از سال 2019 تا همین هفته پیش در حال پخش بوده و جوری که پایان افتضاح و به در نخور این سریال با قطعی نت ایران روی مخمون رفته که اصلا قابل توصیف نیست. پس اصلا سرتون رو به در نمیارم و بریم سراغ ویدیو. اما از همین الان بگم که این ویدیو اسپویل داره. پس اولین تفاوت، پیچش داستانی توی قسمت آخر. اگه شما هم این یارو رو داخل تیک تاک یا اینستا زیاد دیدید، پس بذارید بگم این کیه. اگه که اون فایت داخل کاخ سفید رو یادتون باشه، میدونید که بوچر خیلی ساده هوملندر رو کشت با کمک کیمیکو. اما توی کمیک اینجوریه که این دوتا دارن فایت میدن و بلک نوار یهو پیداش میشه و میفهمه که کل مدت اون هوملندر واقعی بوده. و آره خلاص داداش، اصلا تو نمیدونی داستان چی داشت، پلات تویست به اصلا احترام نمیخواد داشت، اصلا داشت تو نظر نده، تو نمیدونی. تفاوت دوم، قدرت بیلی بوچر و رفقا. همون جوری که میدونید نصف گروهی که ضد هوملندر بودن اصلا قدرت کافی نداشتن، پس کسایی مثل بوچر و هیوی تصمیم گرفتن تا کامبند وی موقت بزنن که عاقبت خوبی نداشته دیگه، خودتون میدونید. اما توی کمیک اینجوریه که عملا همه گروه قدرت خاص خودشون رو دارن و بدون که حتی عوارضی داشته باشه به این حرفات قدرتمندن. میدونی چی میگم؟ اما میرسیم به تفاوت آرت کمیک با بازیگرا که انصافا چیزی نمیگم، خودتون مهمه رو ببینید. آره خلاص، ساب و لایک از این حرفا.